سلام علیکم برادرها. من امروز 14 مای ما خدا خواهد از خوجند باستان می رویم سوی ماغیان باستان. امروز هوا 25 گرادوس گرم است، 27 گرادوس است. طرفای خودم حالی کپ بود. اینجا علاکای زمین ها زرد، جاهای خوشرویی و زیباش خدا اگر خواهد کم کم نوار میکنیم. و اینجا همه قریب که هر روز رفته و مداست با یکی خیلی با بچه هستن که در وطن نیستن، با یکی بینه نگه وطن یاد کرده باشن، خیر باشن. من هم خیلی برادرها خیلی کم کم تا موقعانه جاهای نقضش خدا اگر خواهد سیامکه میکنیم با میمانیم. خدا اگر خواهد تماشا کنیم. مایل برادرها ما اساس در رفتیم. من اینجا برادرها شویلی نزدیکی رو تیپه زمین ها سوختگی دیدم، کبوتی نیست، همه جا سوخته، کبوتی نیست. هوا از 30 گرادوس گرم شد. من آمدیم دویم ترازو استراشان. ما اکسپرس که میگذاریم. خیلی با میریم جاهای خوش رو سیامکه میکنیم. من اینجا شهرستان زمیناش با سرسبز و خرم، باد هواش فرق میکنه. بازن اینجا 27 گرادوس گرم، خوجند باز 35 بود. با اومدیم تونل شهرستان. درون تونل پر از سیامکه نکردم. 5 کیلومتر زیادتر بود. من خدا خواهد آزی بیه بور باید. Mayda travelam from them برادران. حالات آخران میریم یکان جایی نه از خوش رو باشد اگر سیام کنیم.
منظرهای خوش رو دست چه خانه فتله گذشته دریایی زرفشان بسوی پنجکه برادران آمدیم آبی تاقمت یا آف میگیریم اینجا به از خدا خواهد از توستا با مایده میبرویم رفت سایه میموندیم از بود اینجا هم منظرش سرسبز و خرم موزیکی پس میکنیم من همینجا منظره همینجا من با بسیار معقول برادرها نمیدونم با یگان تو دیگه تون با معقول باشد نباشد همینجا با پیش یک جای دیگر هست راستی که من با بسیار معقول اینجا قشلاق وشن وشن منظره های منیم وشن دو طرف کبود بسیار خوش رو بخدا خیلی با پیشتر میریم با یکان جای دیگه خوش رو باشد اگر البته که زبس میکنیم اینجا منظراش بیهد خوش رو طرفی راه کپ بود یک ماشین هیکلم به حواس آدم ماشین همی بود خوش رو بهار مردم شده چای عبید بیه جای خوش رو کبود سبز راستی که ما با مفهول شد من همینجا منظراش کردم نخوش رو های با شما بینتون اگر به کمینتر نویستم اینجا خوش رو یا نه کی با معقول شد کی با معقول نشد نویسیتان من اینجا گنده زور جای دمگیری بود است بیه جای زور بزنم اینجا های این طرف ها شما نداستم و از این طرف بیقنوی دیداستم گنده خوش رو رای منظره بیدن را منظره کبود دریای زرافشان برادرها با یکان جایی عرض خوش رو اگر بخورد البته که سیام که میکنیم
در اینجا هم دو طرفی راه کپ بود خوشرو هوا 34 گرادوس گرم شد برادران. شود هواگات اینجا هم دو طرفی راه کپ بود شروع تلفن تثبیت برادرها آفتاب در پشتش زداست هوا 34 گرادوس گرم برادرها اینجا دیگه زرد دشت چارباغ رو به سوی ماویان جان باستان اسفالت می شده باشد مجا کپ بود نگی اینجا چطلو کپ بود بلوک راهی گریدل کردی راست ماریان جو ایزنی پایون
مایلا راههای خرمی هم اسفل میشه دیگه. I love you, Orion. Hi, برادرها.